اگه رفتی سونوگرافی دادی و توی سونوگرافیت نوشته بود سنگ کیسه صفرا داری، نترس. اندازه سنگ مهم نیست، اینکه اون سنگ علامت دار بشود یا نشود مهم است. اگه علامت دار بشود یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یه غذایی رو میخوری، مخصوصا اگه اون غذا پرچرب بود و درد داشتی تو این ناحیه زیر دندت، اون سنگ علامت دار شده است، اندازش هم مهم نیست. در این حالت میگم بهتره که صفرا رو در بیاری. اولش یه سری داروهای خوراکی میدن، اگه خوب نشد دیگه باید که صفرا رو در بیاری. من به عنوان تغذیه به تو چی میگم؟ غذاتو کم چرب بخور تا که صفرا نگیری سنگشو. اگه کلسترولت بالاست کلسترولتو کم کن. اگه قرص LD داری میخوری سر خود، مخصوصا تو زنا، حتما یه مشاوره با پزشک کن اگه سنگ صفرا داری که داروتو برات عوض کنه. و اگه کلسترولت بالاست تو رو خدا داروتو بخور تا بیاد پایین‌تر و هی سنگ بزرگتر نشه. سنگ کیسه صفرا اگه بیفته سر پانکراس رو بگیره عواقب وخیمی دارد، ممکنه باعث پانکراتیت حاد بشود. پس سرسری نگیر، حتما پیگیری های لازم رو انجام بده.